ازتون تقاضا میکنم تلاش کنین چیزهایی که بهتون میگم تصور کنین. برای اینکه بتونین این چیز رو تصور کنین ازتون خواهش میکنم چشاتون رو ببندین. تلاش کنین تصور کنین که توی یه اتاق هستین، یه اتاق سیمانی، سقفی بلند داره این اتاق، یک در فلزی که این در فلزی یک دریچه روش هستش. موقع نهار شما نشستید، بلندگوی زندان شروع میکنه صدا کردن. این بلندگو هیچ موقع خوشخبر نبوده. اسامی رو میخونه: کبرا قیاسی، اکبر نیلو، فریدون بخشی. این اسامی ادامه داره. شما اسم خودتون رو میشنوین. تو اتاقی که هستین تعداد آدم وجود داره: 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر. بلندگو اعلام میکنه اسامی که خونده شد با تمام وسایل بیان زیر 8. به سمت وسایلتون میرین. وسایل زیادی ندارین، یه ساک کوچیک. دوستانتون که تو اتاق هستن بهت زدن، عده‌ای گریه میکنن، عده‌ای گوشه نشستن. یکی از این دوستان به سمتتون میاد، دقیقا مثل مهدی که بهش تصورش این بود که بلوف هستش. بهتون برمیگرده میگه که شاید میخوان منتقلت کنن جای دیگه، شاید فقط برای بازجوییه. به سمت ساکتون میرین، ساکتون رو ور میدارین، میاین، خداحافظی ها شروع میشه. تصور کنین کسانی که ماهاست دارین تو اتاق باهاشون زندگی میکنین، برای آخرین بار میخواین بغلش کنین. فکر میکنین چه چیزی هستش که بهشون میتونین بگین. آخرین کلام شماست با کسی که میخواین باهاش مدت ها توی اتاق زندگی کردین. طبیعیه دست میکنین تو ساکتون، پیراهنی چیزی رو به عنوان یادگار بهشون میدین. تو اون گوشه اتاق کسی نشسته. این آدم یکی از نزدیکترین دوستانتونه، شاید جوانترین آدمی که در اتاق هستش. آروم داره گریه میکنه. به سمتش میرین، تلاش میکنین که باهاش صحبت بکنین. سوالی ازتون میکنه، بر میگردی؟ دوباره میبینمت؟ به سمت در اتاق میرین. صدای درها شنیده میشه. هر دری که باز میشه شما 1 ثانیه دیگه به خداحافظیتون با دوستانتون نزدیکتر میشین. جلوی در اتاق همیشه یکی هستش که نزدیکترین رفیق آدمه، نزدیکترین دوست آدمه، به خصوص تو شرایطی که تو شرایطی مثل زندان. اون دوست جلوی در سلول منتظرته. بغلش میکنی، میخوای باهاش صحبت کنی، حرفای زیادی هست برای گفتن بهش. آیا امکان این هستش که تمام اون چیزایی که تو ذهن آدم میگذره تو این آخرین دقیقه، تو این آخرین ثانیه، تو این آخرین لمس بشه بهشون بیان کرد؟ دست میکنی، ساعتتو باز میکنی، به عنوان یادگاری بهش میدی، به یک کلمه بهش میگی: اگه مادرمو دیدی سلام برسون. در اتاق باز میشه، میای بیرون. یک صف طولانی وجود داره. دستتو میگیرن میذارن رو شونه نفر بعدی. نفر بعدی قدش از شما کوتاه‌تره، میتونی حسش کنی. میتونی حس کنی که این نفر لاغرتر هم هستش. این قطار آدم ها حرکتشون رو شروع میکنن، ادامه میدن، میان جلوتر. سلول بعدی، نفر بعدی میاد بیرون. تعداد رو نمیشه شمرد. توی این مسیر صدای گریه میشنوی. توی این مسیر پاهای خودت آیا توان اینو داره که بدنتو بکشه تا جایی که داری میری؟ میای جلوتر، هنوز تو ذهن خودت داری فکر میکنی
شاید برای بازجویی دارم میرم، شاید دارم منتقلم میکنم به بند دیگه یا زندان دیگه. جلو در یک اتاق وای میستی، در رو باز میکنن، میری تو، یک قلم، یک کاغذ اونجا وجود داره، یک خطاب به تو میشه، آخرین حرف تو بنویس. چجوری میشه این آخرین حرف رو نوشت؟ تو این فاصله تصاویر آدمای زیادی تو ذهن آدم میاد. تصاویر نزدیکترین چیزی که میاد تصویر مادرته، تصویر خواهرته، عزیزانت دونه بدون جلوی چشت میاد. چی میخوای بنویسی روی این کاغذ؟ بهت گفتن بیشتر از 5 خط اجازه نداری بنویسی. تو این 5 خط چی میخوای بنویسی که حرفی باشه که آخرین کلامت به مادرت، به فرزندت، به همسرت باشه. اونجا باور میکنی که قرار آخرین دیدار، آخرین کلام باشه. وقتی خودکار رو میبینی، ما هممون خودکار دستمون گرفتیم، ولی تصور کنید آخرین کلام رو الان میخوایم بنویسیم. دستتون میره برای این قلم، برای نوشتن. چه چیزی رو میخوایم بنویسید الان؟ هر دقیقه که میگذره، هر ثانیه که میگذره، شما به اون سفر، به اون دقیقه آخر دارین نزدیکتر میشین. هر تنفستون شما رو به اون سمت داره میبره. یه جوون 15 ساله فرقی نمیکنه تا یه پیرزن 74 ساله، چون تو آمارای اعدام رژیم وجود دارن. اون ثانیه ها و دقیقه های آخر چی کشیدن؟ به چیا فکر کردن؟ تصور کردیم در اتاق باز میشه، میان تو، یه ماژیک بهت میدن. حالا وظیفت اینه که اسمتو رو پای خودت بنویسی، چون احتمال این وجود داره که وقتی که اعدام میشی نتونن تشخیص بدن. میخوام بدونن کسی که اعدام کردن چه کسی هستش. اسمتو رو پای خودت رو با ماژیک باید بنویسی. قطار حرکتش رو شروع میکنه، ادامه میدیم، میایم بیرون. یک سوزشی، یه سوزی تو هوا برای همه ماها وجود داره. توی این مسیر که داریم میایم، به صف میکنن، روبرومون وای میستن. تو این دقایق، تو این ثانیه آخر چشمتون جایی رو نمیبینه. میخواین شعار بدین، نمیدونین چی باید بگین. صاف وایسادین، صدای گلوله بلند میشه، سوزشی رو تو تنتون احساس میکنین. میخوای سر پا وایسی، هنوز گلوله بعدی میخوره به تنت، هنوز داری نفس میکشی، هنوز آرزو داری، هنوز بدنت گرمه، هنوز آخرین تصاویر از خاطرات تو ذهنت هستش. با اون سوزشی که به بدنت وارد میشه 1 ثانیه فکر کن. بچه‌هایی که اعدام شدن اون 30 ثانیه آخر چی کشیدن؟ تصور این صحنه‌ای که اون لحظه که صدای گلوله بلند میشه تا رسیدن گلوله به بدن آدم، اگر فاصله 50 متر باشه کمتر از 2 ثانیه است. اون 2 ثانیه برای کسی که قراره بهش شلیک بشن 2 ثانیه نیست، مدت‌های زیادیه. اون سوزشی که تو بدنش احساس میکنه سوزش عادی نیستش. این رو تصور این قضیه برای کسی که اعدام میشه، برای خانواده هاشون خیلی سخت بوده. من ازتون تشکر میکنم، تحمل کردین صحبت های ما رو. مرسی.